ده چیز را از بین میبرد. نماز به حیایی را از بین میبرد. نیکی بدی را از بین میبرد. دورویگی دوستی را از بین میبرد. توبه گناه را از بین میبرد. صدقه بلا را از بین میبرد. دروغ رزق را از بین میبرد. ظلم انصاف را از بین میبرد. تکبر عملهای نیک را از بین میبرد. قهر و غضب عقل را از بین میبرد. غم انسان را از بین میبرد. انسان در زندگی همیشه برای سه چیز محنت میکند. یکم، من یک شخص نامدار باشم. دوم، لباسهای بهترین داشته باشم. سیوم، خانه با حشمت داشته باشم. حالا اینکه بعد از خارج شدن جان از تن همین سه چیز در حال از بین می روند. نام مرحوم می گردد. لباس کفن می گردد. خانه قبر می گردد. برادران عزیز، به خاطر دنیا از آخرت غافل مشوید. الله مهربان همه ما و شما را توفیق دهد که کارهای نیک انجام دهیم.